آبیدر تو رو میگم استاد شو. این مزاحم کی است؟ این دیگه کیست؟ نمیبینی کوچه چکوریست؟ اگه بفتی پرزایی تا کسی نمیافه. میفهمیدم از زندگی دل سرد شده، قابل استفاده نیستم، نمیخوایم بارشانه کس شم. تو چقدر دنیا بیخبر هستی؟ هم این مشکل داشتم. یک رفیقم آمد و برام از آیتی هاسپیتال گفت. آجل رفتم و زیر تداوی قرار گرفتم. آیتی هاسپیتال؟ او دیگه چیست؟ آیتی هاسپیتال یک شفاخانه است که مربوط به رنا تکنولوژیز میشه که تداوی مریضای مثل ما تو را میکنه. نه تنها ما و تو، و مثل ما لپتاپ ها، پرینتر ها، اسکینر ها و انواع و اقسام کامپیوترهای دیگه که در رنگ مشکلات سر دچار هستند زیر تداوی قرار میتن تا که زندگی خوبی داشته باشه. خیر ببینی او بیادر که مرا فهماندی. اگه نه چی خبر که چی میشه؟ حالا من بیرم که خدا آیتی هاسپیتال برسونم تا از زندگی لذت ببرم. رنا، شرکت پیشتاز ICT در افغانستان.